از این آقا خدا ساختن در دل. خدای ما علی پسر ابو طالب خدا نیست. صبح شب میگیم یا علی یا علی یا علی یا علی. یعنی چی یا علی؟ اصلا معنی نمیده. یه مردی بود مثل بقیه مردا، یه مش فضیلت داشته، یه مش کوتاهی ها و قصوری در اخلاق داشته. یعنی چی یا علی؟ علی میخواد چیکار بکنه امروز؟ اونجا که میگوین قریش میگوین پسر ابو طالب دلیر از خط خودشه ها، اما علم جنگ نمیداند. حالا اجازه بدین بگشت رو بخونم. چون عربا میگفتن که این مرد نه مدیریت بلده، نه سیاست، نه علم جنگ. این جواب چه داده؟ هنوز 20 سال نداشتم کتاب که پا در معرکه گذاشتم و اکنون سالیان عمرم از 60 فزون است، اما اون را که فرمان نبرند سر رشته کار از دستش برون است. خب اینجا بارها در تاریخ واقعی و تبری و غیر اینها قوم خویشاش گفتن یا علی تو آیین حرب نمیدانی. یعنی که یعنی فرمانده خوبی نیستی، یعنی که یعنی ژنرال خوبی نیستی، در میدان میدی شکست میخوری. نگفتن تو سرباز خوبی نیستی. تو سرباز خوبی بود، مأموریت بهش میدادن برو آقا کلا باوری بمیرد، سرش میبرید میآورد. این شمشیر تیزی داشت، قد کوتاهی هم داشت، به محض یارو بجنبید میزد پاش قطع میکرد. پاش که قطع میکرد میافتاد، بعد یک شمشیر دیگه میزد گردنش میزد. راحت. تکنیکش هم پا بوده، شوالیه پا بوده. و اون روز حریف معتبری که روبرو شد عرض میکنن که خلاف فتوفت به پای اینا زد، در حالی که هیچ شوالیه‌ای به پای کسی نمیزد. حالا اما میره کار انجام میداد. یعنی در میدان جنگ علی سرباز خوبی بود، فرار هم نمی‌کرد، ایمانش بسیار محکم بود، میرد سر طرف هم میبرید، نمیومد. بسیار چالاک بودی، شمشیر دیدم دادن دستش. عرض میکنم که میزد پای طرف قطع میکرد، پاش هم قطع میشد میافتاد میزد به سرش. توجه با همین کاری کرد، با مرحب همین کاری کرد، با 2 نفر دیگه میزد به پا. خلاصه متخصص قوزک. عربا نگفتن تو سرباز خوبی نیستی، گفتن تو ژنرال خوبی نیستی. اینجا داره مغلطه میکنه. به همین دلیل هم عرض میکنم در دوره‌ای که حضرت رسول زنده بودن و سپاهیان این سوسوزه هرگز به ایشون مأموریت ندادن، جز در یک مورد که مورد ضعیفی بوده. از مسکن که تشریف آوردن بیرون ایشون رو جانشین خودش نمی‌کرد، چون می‌دید که مدیریت بلد نیست، آشوب به پا بکنه. اینجا حضرت علی علیه السلام مغلطه فرمودن، اینکه علی آیین حرب نمیداند رو با اینکه سرباز خوبی هست یا نیست رو به هم آمیخته مغلطه کرده.